دوستان سلام، اینجا برنامه کوارتر پنجم از رسانه طرفداریه. با قسمت دوم برنامه در خدمت شما هستیم. توی این برنامه قصد داریم به بررسی تخصصی بسکتبال NBA بپردازیم. قبل از هر چیزی لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم بزنید تا از انتشار جدیدترین قسمت‌های برنامه ما مطلع بشید. یه مرور داشته باشیم بر آیتم‌های امروزمون. ما امروز قراره به شما اسطوره معرفی کنیم. ما امروز وات ایف داریم. بخشی اسم سری داریم که قراره یکی از جذاب‌ترین سری‌های تاریخ بسکتبال رو معرفی کنیم به شما و بخش آموزشی و در نهایت فان. امیدوارم که از دیدن برنامه ما خوشتون بیاد. قرار راجع به یکی از سری‌های مورد علاقه من، تورنتو رپترز و گلدن استیت سال 2019 فینال تورنتویی که تیشرتش هم پوشیده. کاری که کردن این بود که از گرفتن جشن قهرمانی جلوی چشم هواداری تورنتو جلوگیری کردن. حتی تو خونه‌شون قهرمان نشد. اول اومده به 2 تا کنفرانس تقسیم کرده لیگو، کنفرانس شرق، کنفرانس غرب. 10 تا تیم داره و 3 تا دیویژن و 3 تا دیویژن که توی هر دیویژن هم 5 تا تیمه. گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. دریمان گرین که به انجام حرکات اینچنینی غیر ورزشی معروفه، بالاخره نوبت خودش هم رسید. آره آقای گرین، آسیاب به نوبت. و بعد از مدتی تیم‌ها توی یه جایی به نام بابل یا حباب توی دیزنی اورلاندو شروع کردن بازی رو از سر گرفتن. خب دوستان، ما برگشتیم. کنار من احد نشسته، احد آدرنگ. احد جان، به برنامه خودت خیلی خوش اومدی. سلام می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز برنامه کوارتر پنجم و به خصوص علاقه‌مندان بسکتبال. ممنون احد جان. دوستان، توی این بخش قصد داریم به بررسی یکی از بزرگترین چراهای NBA بپردازیم. چرا 82 تا بازی؟ چرا این همه بازی تو طول فصل عادی انجام میشه؟ احد جان، به ما بگو چرا. ببینید، ما داخل فوتبال مثلا توی هر لیگ، لالیگا، پریمیر لیگ، تیم‌ها شاید داخل توی فصل 37 تا بازی کنن، ولی داخل بسکتبال هر تیم داخل هر فصل 82 تا بازی انجام میده و بازی‌ها خیلی فشردن. مثلا یه تیم امروز بازی میکنه، فردا شب پشت سرش یه بازی دیگه داره. درسته. کشور آمریکا چون کشور بزرگیه و بازی‌ها هم خیلی زیاده و طبیعتاً مسافتی که تیم‌ها باید طی کنن به شهر دیگه برن با تیم دیگه بازی کنن، مثلا یه تیم باید از نیویورک بره کالیفرنیا. این مسافت خیلی زیادیه. اختلاف زمانیش هم خیلی زیاده. واقعا مشکل پیش میاد. آره، و دوباره برگرده بره اصلا یه کشور دیگه، شاید کانادا. ما الان تیم تورنتو رپترز داریم که داخل کشور آمریکا نیست، کشور کاناداست. به خاطر این لیگ اومده یه سری تعهدات خاصی رو به عمل آورده که بتونه این مشکل رو حل کنه. تیم‌ها و بازیکن‌ها خیلی براشون فرسایشی نشه و اذیت نشه. برای حل این مشکل اول اومده به 2 تا کنفرانس تقسیم کرده لیگو، کنفرانس شرق، کنفرانس غرب. هر کنفرانس 15 تا تیم داره و 3 تا دیویژن و 3 تا دیویژن که توی هر دیویژن هم 5 تا تیمه. حالا دیویژن چیه؟ تیمایی که توی یه منطقه هستن از نظر مکان و به هم نزدیکترن توی یه دیویژن قرار میگیرن. درسته. الان مثلا ما داخل یکی از دیویژن ها اگه 5 تا تیم باشه، هر تیم 4 بازی با 4 تا تیم دیگه داخل خودش داره بازی میکنه و 10 تا تیم دیگه میمونه. این 10 تا تیم با 6 تا از اون تیم‌ها 4 بازی دیگه میکنه و با 4 تیم دیگه 3 بازی میکنه. درسته. رو هم رفته میشه 52 تا بازی. اما این قیون 30 تا بازی دیگه. آره، 30 تا بازی دیگه میمونه. 30 تا بازی دیگه با کنفرانس دیگه. 15 تا تیم تو کنفرانس دیگه شد. آره، یه حالت رفت و برگشتی داره. یه بازی توی زمین خودشون، یه بازی تو زمین حریف انجام میدن. یعنی میشه 52 به علاوه 30 که همون 82 تا بازی به دست میاد. حالا این قضیه که چجوری مثلا با یه تیم 4 تا بازی میکنه، با یه تیم 3 تا بازی میکنه، یه فرمول خاص داره که یکم هم پیچیده است. ما خیلی توضیحش نمیدیم. اینجوریه که میاد یه سری پارامترهای خاص به الگوریتم میدن و اون الگوریتم میاد تیمایی که بر اساس مسافتشون میچینه و مثلا میگه خب این فصل با این تیم 4 تا بازی میکنه، با این تیم 3 تا بازی میکنه. درسته. خیلی هم عالی. دوستان، این بخش مشاهده کردید. احد قراره همیشه یک از بخش ثابت برنامه ما باشه، یک از پایه‌های ثابت. و دوستان، همونطور که میدونید 82 بازی واسه تعیین تیم‌های حاضر تو پلی‌آف انجام میشه و قراره شما رو با یکی از جذاب‌ترین سری‌های پلی‌آفی که تا به حال برگزار شده دوباره آشنا کنیم یا خاطراتتون زنده بشن. بریم قسمت بعدی.
passion, turn the page to bigger and better things coming for this franchise. دوستان ویدیو رو دیدیم و برگشتیم و چه خاطراتی هم زنده شد. کنار من سیاوش صالح‌پور عزیز نشسته. سیاوش سلام. سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان رسانه طرفداری و برنامه کوارتر پنجم. خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم و خوشحالم که قرار راجع به یکی از سری های مورد علاقه من تورنتو رپتر بله. و گلدن استیت سال 2019 فینال تورنتویی که NBA تیشرتش هم پوشیده. ببینید قراره در مورد این دایناسور عزیز و داستانی که حتما چجوری شد اولین رینگ تاریخ این دو دست صحبت کنیم. خب سیاوش از پیش زمینه اون فینال بگو. تیم دایناستی وریرز در حقیقت دیگه زمینه این دایناستی که لیگ با خودش دیده آماده تریپیته و مقابلشون تیم آندرداگ تورنتو رپترز وجود داره. خب تورنتو رپتورز بعد اینکه تونست میلواکی باکس رو شکست بده با یه انرژی خیلی زیاد به فینال فینال NBA برای بار اول توی تاریخ فرانچایزش رسیده بود و این امید رو داشت که بتونه اولین قهرمانی تاریخ خودشون هم بگیره و سری هم توی تورنتو شروع شد. بازی اول بازی اول خب همونطور که کوای کل سریای قبلی رو آتیشی بازی کرده بود و آنفایر بود. گلدن استیت نیروی دفاعیش رو متمرکز گذاشت روی کوای لنر که یه جورایی میشه گفت پاسکال سیاکام. بازی اول رو خیلی آتیشی نشون داد و تونست بازی اول رو برای تورنتو بگیره. اما خب هرچی نباشه اینا گلدن استیت وریرزن، تیمی که 2 سال قهرمان شده و به این رادیو با نمیده. بازی دوم تورنتو نتیجه واسه وریرز میده. بازی دوم گلدن استیت میدونست که اگه این بازی رو به بازی خیلی بشه خب خیلی سخته که بازی فینال نتیجه رو برگردونه. سر همین تمام توانش رو گذاشت و این بازی رو که تورنتو نداشتن و مجبور بودن ببرن. بردن. اما خب نکته عجیبی نیست که تورنتو توی این سری تو زمین وریرز خیلی بهتر نتیجه گرفت. بازی سوم توی وریرز خب یکی از نکات مثبتی که برای تورنتو اتفاق افتاد این بود که کلی تامپسون رو گلدن استیت نداشت و به خاطر مصدومیت همسایه‌ای اشتباه نکنم. بله و این مصدومیت سنگینه نبود. مصدومیت سنگینش رو به زودی قرار در موردش صحبت کنیم. بازی سوم رو تورنتو باز تونست بگیره. به بازی چهارم رسیدیم و دوباره توی گلدن استیت تورنتو یه عملکرد خیلی خوب رو 105-92 نشون بده. 100 امتیاز تیمی که استفریا دارن تو کلی تامپسون در زیر 100 امتیاز گرداشتن هنر کردن واقعا. البته خب کوین دورنت اون بازی نبود ولی اسپلش روز هم کسی نیستن واقعا بهترین شوت زنه تاریخ. بازی پنجم برگشتیم به تورنتو اما وریرز همچنان تسلیم نمیشه. جنگجویا تسلیم نشدن و تو بازی پنجم می‌بینیم که این آخرین امیدیه که گلدن استیت میتونه قهرمان بشه. حداقل اگه میخواد سری رو برگردونه باید تمام توانش رو تو این بازی بذاره چون سری 3-1 عقب. درسته کاری که کردن رو من بهشون بگم دوست عزیزم. کاری که کردن این بود که از گرفتن جشن قهرمانی جلوی چشم هواداری تورنتو جلوگیری کردن. حداقل تو خونه‌شون قهرمان نشد و الان سری 3-2. وریرز دوباره امیدوار شده. بازی ششم تو زمین وریرز اما بازی ششمی که کلا سرنوشت چند سال اخیر وریرز عوض کرد دیگه. اتفاقی که افتاد یکی از اتفاقات خیلی عجیب و غریبی که توی اون سری دیدیم این که کلی تامپسون مصدوم شد. ولی قسمت جالبش اینه که وقتی که همسترینگش دچار مصدومیت شد اومد و 2 تا پرتاب پنالتی پرتاب آزاد رو گل کرد و بعد به یاد کوبی برایانت. بله و این خب خیلی روی روحیه هم تیمیاش تاثیر گذاشت که البته آخر نتیجه هم واسه وریرز دست نیومد و سری 4 تموم شد. این پایانی بود بر وریرزی که 2 سال پیاپی با قهرمان شده بود و بعد از اونم تا 1-2 فصل تو روی بودن دیگه. یعنی ما دیدیم که استف مصدوم شد، کوین دورنت هم مصدوم شد، دورنت رفتش، کلی تامپسون مصدوم، بدتر از همه این 2 تا مصدوم شد و وریرزی که 2 فصل آف بودن و دوباره برگشتن و سال 2022 قهرمانی رو به دست آوردن. اما خب در مورد فعلا نمیخوایم صحبت کنیم. بخشی از نکات جالبی که توی این سری اتفاق افتاد این که شما دیدین که کوین دورنت مصدوم برای اینکه خب سری رو نبازن بازی پنجم وارد زمین شد و حدود 12 دقیقه بازی کرد
تو همین 12 دقیقه حدود 11 امتیاز گرفت، 3 از 3 امتیازی زد و خب بعدم که دیدیم آشیلش دچار آرگی شد. دوستان ولی خب این باز هم آمار خیلی جالبیه برای کسی که مصدومه و بخواد اینطوری بازی کنه. اینه دوستان مروری داشتیم برای اینکه از جذاب‌ترین سری‌هایی که این چند فصل اخیر دیدیم و تو حافظه هممون مونده. حالا ما در سری قدیمی رو صحبت نکردیم ولی خب یا سری‌های معاصر ما حساب میشه و دیدیم که چه جوری دایناستی وریرز یعنی با حداقل وقفه تو قهرمانیاش مواجه شد. سیاوش خیلی ازت ممنونم. دوستان بریم آیتم بعدی رو ببینیم و دوباره برمیگردیم. گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. دریماند گرین که به انجام حرکات اینچنینی غیر ورزشی معروفه، بالاخره نوبت خودش هم رسید. آره آقای گیر، آسیاب بده. و جرتله اینجوری که میبینین انتقام خیلی از بازیکنان لیگو ازش گرفت. در جواب حرکت جرتالن، دریماند یه حرکت روی رودی گوبر زد که اگه توی کشتی هم این فنو میزد داور بهش اخطار میده، چه برسه به NBA. البته توی شبیه سازی‌هایی که انجام شد مشخص شد که الگوی دریماند برای این حرکت ورزش کشتی کش بود. از قدیم گفتن همیشه فکرتون توی بازی باشه. آقای مالیک بیزلی، فکرت توی بازی باشه. چرا از ماتریکس خارج میشی؟ جاناتان کامینگا جوری این لیاپ خراب کرد که اگه برگرده عقب و بخواد دوباره هم همین لیاپ رو بزنه مطمئن باشید که نمیتونه بزنه. آخه ایربال زدن لیاپ که کار هر کسی نیست. مشخص شد که یانیس فوتبال ایران رو دنبال می‌کنه و حاضر نشد بعد ایجک شدنش از زمین خارج بشه و رفت کنار این آقای نشسته با پول حلال بلیط بازی کنه. نادر چی کار داری با این بنده خدا؟ یعنی چی کار میتونه بکنه یه داور چهارم؟ ظاهرا هنوز اثرات مشت دریماند به جردن پول رو مغزش هست. البته شاید مشکل از آب شهر واشنگتونه. کالکوزبار ببینید که وسط بازی ور میکنه میره با نیمکتشون حرف میزنه. به دلیل نمایش‌های ضعیف این فصل گلدن استیت بازیکن‌های واریه تمرینات فشرده خودشون رو برای حضور تو لیگ فوتبال MLS برای اینکه جلوی مسی بازیکن‌ها شروع کردن. استیکر باور داره که به دلیل بزرگتر بودن دروازه از سبد کلی تامسون شوت‌های موفق بیشتری خواهد داشت. 15 سال بعد از مراسم درفت کوین دورنت تو سن 35 سالگی بالاخره 5 سانتی متر رشد قد داشته. حالا یا آب و هوای آریزونا خیلی خوب بهش ساخته و قدش بلند شده یا خدای نکرده از عزیزان ما توی ایران مشورت چیزی گرفته. چنده؟ اونم 1970 دیگه توی استادیوم 1971 پس یه مدرکی که وجود داره برای اینکه ایشون 269 چیه؟ هیچ مدرک فکر اینجا که به صورت قانونی سن رو کم میکنن، زیاد کردن قد که اصلا چیزی نیست براشون. بله خب بالاخره یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است. خب دوستان بخش فان رو تماشا کردیم و برگشتیم. تشکر میکنم از احد که زحمت تهیه این بخش با اون بود. سیاوش دوباره کنار من نشسته. سیاوش جان بخش واتیف رو میخوایم استارت بزنیم و با اینکه چی میشد اگه کرونا وجود نداشت. خب کرونا فصل 2020 رو یه جورایی واسه مدت طولانی منحل کرد و بعد از مدتی تیم‌ها توی یه جایی به نام بابل یا حباب توی دیزنی اورلاندو شروع کردن بازی رو از سر گرفتن و خب خیلی از بازیکن‌ها توی این حباب افت کردن و خیلی آمارهای فضایی ازشون دیدیم. درسته، مثلا دیدیم که لینکرز با تیمی که شبیه بهترین تیم لیگ نبود خیلی موفق ظاهر شد. و از اون طرف هم تیم مثل میامی تونست میلواکی باکس و بوستون سلتیکس رو شکست بده و به فینال برسه. اما خب اگه کرونا نمیشد من به نظرم تیمی مثل بوستون سلتیکس خیلی مثلا میتونست تو خونه کارو بر بیاره، مثلا جلوی میامی اونجوری وا نده یا میلواکی باکس مثلا همچین بلایی سرش نیاد. و از سمت غرب هم بخوایم مرور کنیم شاید لیکرز این اونقدر راحت همه رو 4-1 تا فینال ببره. موافقی با من؟ امکانش هست که اینطوری اتفاق میافتاد و یکی از
رقبای اصلی لیکرز هم تیم کلیپرز بود، تیمی که هم کوبای رو داشت و هم پاول جورج. بله. ولی خب پاول جورج با اینکه فصل قبلی مدعی MVP و جزو نامزدهای MVP بود، دیدیم که خیلی آمار خوبی از خودش نشون نداد و این باعث شد که توی بابل حذف بشه و شاید اگه توی بابل بازی نمی‌کردن و همه چیز مثل فصل‌های عادی پیش میرفت، شاید کلیپرز الان قهرمان بود یا حتی بوستون یا میلواکی. اتفاقی که میتونست رخ بده و خوششانسی لیکرز میتونیم اسمش رو بذاریم و بدشانسی بقیه تیم‌ها هر چی که بود، لیکرز قهرمانی 17 خودش رو کسب کرد. این از این آیتم. دوستان شاید براتون سوال شده باشه که چرا عکس وینس کارتر اینجاست. برنامه این هفتهمون بخش اسطوره‌اش به وینس کارتر اختصاص داره. بریم یه آیتمی در مورد وینس کارتر ببینیم و برمیگردیم در مورد این اسطوره بزرگ بسکتبال صحبت می‌کنیم. وینسنت لامار کارتر روز 26 ژانویه 1977 تو شهر دایتونا بیچ فلوریدا به دنیا اومد. وینسنت از همون ابتدا استعداد خارق‌العاده‌ای از خودش تو بسکتبال نشون داد و اولین کلاس هفتمی شهر شد که به عنوان استارتر وارد تیم دبیرستانیا میشه. اون تو 18 سالگی با عنوان بهترین بازیکن ایالت فلوریدا از دبیرستان فارغ التحصیل شد و به کالج کارولینای شمالی رفت. کالجی که قبلا مایکل جردن رو به دنیای بسکتبال معرفی کرده بود. وینس کارتر 3 سال برای این کالج بازی کرد و سال 1998 تصمیم گرفت برای حضور توی درفت NBA اعلام آمادگی کنه. توی درفت 1998 وینس کارتر یکی از 5 پیک رد بالا بود و پس از درفت شدن توسط گلدن استیت بلافاصله به تورنتو رپترز ترید شد. وینسانیتی تو تورنتو اونقدر دانک های وحشتناک رو سر غولای NBA زد که لقب ایر کانادا رو از سمت هوادارا گرفت و سال اول به عنوان روکی فصل هم انتخاب شد. وینس سال 2000 قهرمان مسابقه اسلم دانک آل استار شد و به المپیک هم رفت، جایی که دانک مرگ رو روی سر یه بازیکن فرانسوی 218 سانتی متری کوبید و طلا برد. کارتر 3 بار تورنتو رو به پلی آف رسوند و بعد از ترید شدن به نیوجرسی نت در سال 2004 همین کارو برای اونا هم انجام داد. در مورد وینس پیش بینی می‌کردن که یکی از بهترین کریرها رو داشته باشه، اما اون بعد موقع از تیمای مدعی جدا میشد و خیلی دیر به تیمای مدعی میرفت، کاری که از اون توی اورلاندو و دالاس دیدیم. وینس در نهایت پس از 22 سال بازی تو NBA به دوران حرفه‌ای خودش خاتمه داد، اونم به عنوان بهترین دانکزن تاریخ بسکتبال. دوستان یه آیتم خیلی زیبا در مورد وینس کارتر مشاهده کردید. یکی از بهترین دانکزن‌های تاریخ، از نظر من بهترین دانکزن تاریخه. اما خب اطلاعاتی که در مورد وینس شنیدید به نظرم به اندازه کافی واسه این اسطوره که بد نمی‌کنه. می‌خوایم از زبان سیاوش بشنویم که اصلا وینس کارتر که بود و چه کرد. خب وقتی صحبت از وینس کارتر میشه، خب خیلی معتقدن که وینس کارتر بهترین دانکر تاریخ از جمله خودم و شما هم موافقین، ولی خب شاید خیلی با ما مخالفت بکنن. ولی خب یکی از زیباترین دانک کانتست های تاریخ به نظرم دانک کانتست 2000 بود که 2 تا بازیکن از یه تیم، یعنی تریسی مکگریدی و وینس کارتر، جفتشون توی این دانک کانتست شرکت کردن و جفتشون هم دانک های خیلی عجیب غریبی زدن. بله و ویدیوش هم دیدیم، توی ویدیو چه شاهکاری بود اون دانک کانتست و چه شوت زنی هم بود. عجب خیلی خوبی بود. یه نکته که خیلی جالبه اینه که شما وقتی بازی تریسی مکگریدی و وینس کارتر رو میبینین، بعضی موقع این حس بهتون دست میده که چقدر بازی این 2 نفر شبیه همه. دقیقاً. و یه مسئله که خیلی جالبه اینه که این دوتا در اصل با هم فامیلن. بله. خودشون هم نمیدونستن. دوستان نکته خیلی جالبه اینه که اینا تا فکر کنم زمانی که بسکتبالیست حرفه‌ای شده اصلا نمیدونستن با هم فامیلن. و اثر یه اتفاقی که تریسی مکگریدی رفته بود پیش مادر بزرگ خودش و یه صحبتی پیش اومد که یکی از نوه‌هام مثل تو بسکتبالیسته و الان توی فامیلی دیگه. بله همه میدونیم داستان چجوریه اونجا. اما خب بد شانس بود، متاسفانه رینگش رو نگرفت و به نظر من یک از کسایی که باید کریر خیلی بهتری می‌داشت. یعنی
وینس کارتر میتونست خیلی بهتر از اینا کارش تمام کنه. 22 سال بازی کرد و عجب عدد شگفت انگیزیه. عدد چیه در موردش؟ 8 تیم هم بازی کرد دیگه، خیلی وحشتناکه به نظرم. این لانجیویتی که بتونی تو 22 فصل به بازیت ادامه بدی و خب مصدومیت‌های شدیدی هم پیدا نکنی، چیزیه که از تعداد اندکی از بازیکن‌ها میتونیم ببینیم و الان لبران رو میبینیم که دیگه شاهکار این لانجیویتیه. لبران اصلا دیگه بحث متفاوتیه. در مورد لبران تو برنامه قبلی صحبت کردیم. سیاوش فرصت کم، اگه حرف دیگه‌ای در مورد وینس عزیز داری ممنون میشیم. یه نکته‌ای میتونم راجع به سال 2001 بگم، سالی که تورنتو رپتورز یکی از مدعیای قهرمانی شرق بود، به فیلادلفیا 76رز خورد و آلن آیورسن و از اون طرف وینس کارتر یه جدال خیلی زیبا رو داشتن. بازی هفتم کشید و در همین حین وینس کارتر اگه اشتباه نکنم برای فارغ التحصیلی دانشگاهش رفته بود کارولینای شمالی بله. و یکم دیر به مسابقه رسید و نتونست اونطوری که باید خودش رو آماده بکنه. 20 امتیاز و فیلد گل ضعیف 33%. نتونست از خودش به جا بذاره و بعدم حسادشون میخوره دیگه شوت آخرم نتونست گل بکنه. رینگی که نتونست. ممنون سیاوش جان، خیلی ممنونم ازت. دوستان به پایان این بخش از برنامه کوارتر پنجم رسیدیم. ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله هم بزنید تا از انتشار جدیدترین قسمت‌ها مطلع بشید. توی کامنت ها میتونید به ما بگید که دوست دارید در مورد چه بازیکن و چه تیمی تو برنامه بعدی صحبت کنیم. ممنونم که همراه ما بودید و امیدوارم از دیدن برنامه لذت برده باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.